دیگه. جای کیوان اومدی، کیوان اومدی. بچه ما الان از یه بچه پرسید مثل چیه عمو جون و گفت که یعقوب و داشتیم فکر میکردیم که چقدر زشته آدم اسم بچه‌ش بذاره یعقوب، فکر کن یه نینی کوچولو باشه و ازش بپرسن اسمت چیه بگی یعقوب. فعلا کاش یه قدوار بزنم برای بچه ها بگیرم. خب اینجا یواش دختری سا سگ بلده سوت رد میزنه دیگه. زد گرفتی؟ آره. به آسمان حکم طوفان میدهد. حکم بدم دیگه، من حکم بدم. رد و برق. نفر مامان خیارشوری آورد. من مامان گفت من برم ازش تشکر کنم. بعد از اونجا که قبلا با هم بحث و اینا داشتن بله مامان اومد سمت ماشین زدف اینطوری بود خواهی خوردم یه پلاستیک پر از خیار جدید هم بهش و یه پلاستیک خیار جدید دوباره به مامانم داد و مامانم تشکر کرد رفت تو خونه، ولی هنوز داشت میخواله گفت من یه جوری بودم فرض خاله بیا این خاله خیارشورا خاله خیارشوری خاله این چی دیگه اگه ما معلوم باشه نوعی خیلی عجب میشه. معلومه واقعا؟ حقیقتی که هست اینه که آبان ماهی ها یه سرود ملی دارن. حمایت نه خدایی میدونم چیه، من میذارمش در ادامه توی ویدیو. دقیقا رو همین پدیده ماه صورتی فقط مال پگاه. چی؟ فقط مال پگاه. مال پگاه صورتیه. خانم پگاه فرضا تو اینو نشنیدی که فقط مال پگاه صورتیه؟ نه بچه پدیده پگاه صورتی خدا. خب فرزانه خرداد ماهی صدف داشت ازش انتقاد میکرد. خرداد ماهی که دیگه خودتون میدونین بله. آدمای خیلی نرمال و اصلا مودی نیستن. بله اصلا منم که آبان ماهی هم خدا رو شکر هیچ ویژگی بدی ندارم. صدف آذر ماهی پر از کثافت لاشی شفافت مودی موسوی بزرگ و کوچک نمیکنه روسای تو شول روسای داری میگه روسای تو بزرگ و کوچک بچه ها در مورد من داره بزرگ و کوچک جرأت نمیکنه باهاش حرف بزنه. You can't conceive of what I'm capable of. I'm so far beyond you. باکی شب بحث تو من اینجوری بودم. باشه حالا باشه فرزانه بچه ما چند روز پیش یه بحث سنگی با فرزانه داشتیم و آش واقعا به خاطر اینکه به یه نفر دیگه گفتم همون شب با دابل قهر کرد. الان هم شما گفتم نمیدونم چند بار من قهر باشه برو لایک کنین برو بریم بزنیم دست صاف یه ریش سر شد رد و برق. ما فهمیدیم الان
3 دقیقه از داریم برای خودمون اومده که چرت و پرت میگیم چون ویدیوی گرفته نشده. خدا رو شکر سیو نشده. اینو لیاقت ندارین، لیاقت ندارین. خدافظ. بیا صداشون رو بشن. وایس گیرم اسمش چی؟ وایس. یه لحظه من قطعش میکنم بچه‌ها. خدافظ. سلام بچه‌ها، این جت شخصی پدرمونه. اینم سویچش. سایه پا مطمئن. سلام بچه‌ها. هر شب خوششاسی کنن فرزانه امسال برای ماشینش بانداشو باز کنه و بکش استیکر جلوی تو پاس میکنم استیکر شب من محصاب نداره چون که اینجوری انگار ما قرارمونه ولی اونجوری انگار ما داشتیم با همون میخوندیم. دوباره بچه ها این صدای جیرجیرک که میشنوید صدای چیه؟ جیرجیرک. خدای صدای جیرجیرکه؟ ها بابا اینجوری که داره واقعا. بابا ماشین خاموشه هم صداش میاد. جیرجیرک تحت فشاره. ماشین خاموشه ولی الان صدای جیرجیرک میاد. جیرجیرکه. چجوری باید نجاتش بده؟ زنگ بزنیم آتش نشانی؟ بابا از سمت راست من داره میاد. من خب فرزان زنگ بزنیم آتش نشانی. ماشین رو خاموش کن. میبینی؟ هنوز هم صدا پشمام. میده. عزیزم. چون دم بریم دیگه نمیافتیم. بچه ها این ساقیمونه. اونم پیپر تادام. تیپ چاپی. یه چاپی مر بیار بالا. یه چاپی مر. چاپ چاپ.